نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از کمیسیون 44 که اعتراضگران شهر خورخ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند، در نزد مقامات 5 شرط یا طلب گذاشته گفتند تا زمان اجرا شدن این طلب‌هایشان از ادامه همکاری با مقامات دست میکشند. مقامات رسمی شرط‌های گذاشته کمیسیون 44 را تا حال شرح ندادند، ولی در درخواست کمیسیون نمایندگان جامعه شهروندی عاید واقعه‌های 25 و 28 نوامبر سال 2021 که با امضای رئیس این کمیسیون فراموز ارگاشوف به نام سردار گروه تفتیشاتی پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان حاکمزاده منصور نوشته شده است چنین آمده است: بازداشتن حرکت‌های تفتیشاتی تا اجرا نمودن طلب‌های زیرین برام مانده شود. یکم، گذراندن حرکت‌های تفتیشاتی یک طرفه از طرف گروه تفتیشاتی وابسته به قضیه رخ داده در دهه 17 نویه رشقله و در شهر خورخ در صحنه‌های 25 و 28 نوامبر سال 2021 که تفتیشات فقط نسبت شهروندان برام مانده شده است و برعکس حال عاید کشتار 3 نفر ساکنان نویه رشقله و زخمی گشتن 17 نفر زخمی شده از تیر یراق آتشفشان مقامات قدرتی پرونده گشوده نشده است. دوم، آزاد نمودن سردار کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه اشغال شده با خنک نظری در اجرای وظیفه و مانع ایجاد نمودن به تفتیشات، همچنین شخص منفعتدار به جوابگری جنایتی کشیده شود. سوم، همه کارمندانی که در عملیات دهه 17 اشتراک کرده بودند از وظیفه‌هایشان آزاد کرده شده نسبتشان چاره‌های پیشگیری در نمود حبس انتخاب کرده شود. چهارم، همین خیل حرکت‌های عیناً نسبت کارمندان ساختارهای قدرتی که در قضیه میدان اسماعیل سامانی و بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند جاری کرده شود. پنجم، کشادن پرونده جنایتی نسبت به سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خورخ برای دادن نشاندادهای بر دروغ. یادآور می‌شویم روز 25 نوامبر مرگ گلبدین زیابکوف ساکن دهه 17 نویه رشقله در پی بازداشتش سبب اعتراضهای گسترده در خورخ شد که 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان باز 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نوامبر وقت خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیابکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت بیش از 1.5 ماه یگان نفر گمانبر در مرگ زیابکوف معین و دستگیر نشده است. در بین 2 روز برقرار کردن خط علاقه موبیلی و اینترنت در بدخشان که یک وعده دیگر مقامات در عوض خالی کردن میدان به اعتراضگران بود نیز با گذشت قریب 2 ماه اجرا نشده است. اعضای کمیسیون 44 قبلا در یک مراجعت به پرزیدنت امامعلی رحمان از آن ناراضگی کرده بودند که مقامات تفتیش پرونده‌های لطوکوب کارمندان نهادهای قدرتی و حتی بریدن درختان را در جای اول گذاشته تفتیش پرونده کشته و زخمی شدن ساکنان بدخشان را به باد فراموشی سپاریدند.